آموزش حرفها با خسرو شیرین و بابای دانا. سلام علیکم نبیره‌های عزیزم. امروز ما یک درس جالب داریم و یک جای حرف و رو می آموزیم. آیا آماده اید؟ نبیره‌هایم ببینید. این حرف و است. حرف اولی وحدت. ما یک درس جالب داریم و یک جای حرف و رو می آموزیم. آیا آماده اید؟ ببینید بابا جان، من حرف و رو نوشتم. آن مثل آفتاب می درخشد. بله شیرین جان، چون که این حرف روشنی راه شماست. بابا جان، من میخواهم یک ورزشگری زور شوم و پرچم وطنمان را در جهان بلند برجارم. ها البته پسرم. آفرین نبیرگانم. با علم و ورزش شما می توانید وطن ما را باز هم آبادتر و زیباتر گردانید. آینده در دست شماست. بله نبیرگانم، درس امروزه ما به آخر رسید. سلامت باشید. خیر تا درس آینده.